بیایید مفهوم خدا در آیین زردشتی را مطرح کنیم. زردوشتیا نه دینی سامی یعنی ابراهیمی و نه دینی ویدی یعنی هندویزم است. این دین را پرسیزم هم می نامند، هرچند پیروان خیلی کمتر از 130,000 پیرو دارد که قسمی زیادی آنها در شهر بمبئی، شهری که من از آنجایم، سکونت می کنند. این دین یکی از قدیمترین دینها محسوب می یابد که 2500 سال پیش در سرزمین فارس پیدا شده است. به این دین زردوشت بنیان نهاده است. این دین را دینی آتش پرستی و مجوسی هم می نامند. خداوند در آیین زردوشتی اهورا مزدو نام دارد. معنای اهورا خدا است و مزدا حکیم. معنای اهورا مزدو باشد خداوندی حکیم. کتاب‌های مقدسی زردوشتیان دساتیر و اوستا نام دارند. در دساتیر با توضیحات گوناگون چگونگی خداوند را ذکر کردند. از آن جمله گفته می شود که او یکه و یگانه است. نه آغاز دارد و نه انجام. نه مادر دارد نه پدر، نه همسر و نه پسر. هیچ چیز با او مانند نیست. خداوند تصویر ندارد. او را با چشم دیدن نمی شود. هر گونه او را تصور کنید او چنین نیست و او از خود شما دیده به شما نزدیکتر است. همه این نشانه ها در کتاب مقدسی آنها دساتیر آمده است. اگر اوستا، یسنا و دیگر کتاب ها را خوانید با صفات گوناگون خداوند آشنا می شوید. او را خالق نام میبرند. در کتاب یسنا فصل 31 بیت های 7 و 11، کتاب یسنا فصل 44 بیت 7، فصل 50 بیت 11، فصل 51 بیت 7. او را بزرگترین نام بردند. در کتاب یسنا فصل 33 بیت 11 و در فصل 45 بیت 6. او را مهربان نام بردند. در کتاب یسنا فصل 33 بیت 11 و فصل 48 بیت 3. خداوند را باز بخشنده نام بردند. در کتاب یسنا فصل 43 بیت های 4 5 7 9 11 13 50. یسنا فصل 44 بیت 2، فصل 45 بیت 5، فصل 46 بیت 9، فصل 48 بیت 3. در کتاب‌های مقدس پارسیان صفات گوناگون خداوند متعال آورده شدند. اگر آن کتاب‌ها را خوانید می توانید مفهوم خداوند در پارسیزم و زردشتی را درک نمایید.